این بیچاره مغز مفلوکی که جدیدن در این موبایل‌ها حرفاشو پخش میکنه که هیچ آزاری به زهرا نرسیده و شما بی خود جمع میشین و گریه میکنین. از کجا اینو گفتی؟ از تاریکی قلبت؟ از تاریکی فکرت؟ از کجا گفتی؟ گفتی این حرفا رو بیشتر زمان صفویه در آوردم که مردم بشینن گریه کنن. صفویه چه زمانی بودن؟ صفویه زمان قرن دهم و حدود 11 بودن. شیخ مفلوک، اگر صدای منو بعدن شنیدی این آدرسا رو یادداشت کن که نگی زهرا آزار ندید و این حرفا رو بعدن در آوردن. خب سوال، غضب زهرا رو خودتون نوشتید. جالبه، ان الله یغضب لغضب فاطمه. حرفتون در این روایت اینه که زهرا معصومه بوده، دارای مقام عصمت بوده. اگر غضب کرده برای خودش و برای نون و برای تیکه زمین غضب نکرده، برای خدا غضب کرده. غضبش غضب خداست، رضایتش رضایت خداست. شما الان چی میگین در این مسئله که ان الله یغضب لغضب فاطمه؟ خب فاطمه خشم کرده، خدا با خشم فاطمه خشم میکنه. شما این دو نفر رو با روایتی که نوشتید مورد خشم خدا نمیدونین؟ اگه ندونین که خودتون رو رد کردین. شیخ، این داستان عیادت این دو نفر رو از زهرا ببین کیا نقل کردن. ابن قتیبه دینوری سنی که سال 276 مرده، اینا نقل کردن که این دو نفر تو کوچه به امیرالمومنین گفتن ما میخوایم بیام عیادت فاطمه. برای چی میخوایم؟ رضایتش رو جلب کنیم. ما کاری کرده بودیم که زهرا ناراضی بوده. به امیرالمومنین گفتن میخوایم بیام رضایتش رو بگیریم. حتما آزار کردین که حالا میخوایم بریم رضایتش رو بگیریم. فرمود من به فاطمه میگم اجازه داد بیایم. امیرالمومنین با یه دنیا ادب اومد خدمت زهرا، تو بستر افتاده بود. خانوم، این دو نفر از من خواستن بیان عیادت شما. گفت خدایا شاهد باش، من از این دوتا خشمگینم، من از این دوتا ناراضیم و شاهد باش خدایا تا روز قیامت نارضایتی من و خشم من ادامه داره و شاهد باش من از این لحظه با اینا یک کلمه دیگه حرف نمیزنم. ابوبکر در حال مردن بود، داشت نفس نفس میزد. به عبدالرحمن ابن عوف گفت کاش 3 تا کار نکرده بودم ولی کردم و انجام شد و تموم شد. یکی این که فوجعه رو زنده زنده آتیش نمیزدم. دوم، ای کاش حکومت رو قبول نمی کردم. دروغ گفتی، اگه میخواستی قبول نکنی همون اول قبول نمی کردم. سوم، ای کاش به خانه زهرا حمله نمی کردم. این جملش مهمه. عبدالرحمن، زهرا و علی با ما جنگ نداشتن. زهرا اومد پشت در. خانوم چرا اومدی؟ برای اینکه وظیفه داشتم از امام زمانم دفاع کنم. میخواستم وایسم نریزن تو خونه علی رو ببرن.